رفقا سلام. این قسمت چند تا فیلم هندی خفن بهتون معرفی میکنم که تازگی منتشر شدن. امیدوارم خوشتون بیاد و لایک و کامنت یادتون نره. మన గురించి మాట్లాడుతుంటే మనం ఫేమస్ అయిపోయినట్టేనే. فیلم شماره 1 لیست یه فیلم هندیه که سال 2025 منتشر شد. امتیاز IMDb 6 و 8. تاندل راجو یه ماهیگیر جوونه که توی یکی از سفرهای آبیش به شکل ناخواسته وارد آبهای کشور پاکستان میشه. حالا اون همراه تیم صیادیش گیر مامورهای پاکستانی میافتن و باید واسه زنده موندن تلاش کنن. از طرف دیگه نامزدش ساتیا هم سعی داره هر طوری شده یه راهی واسه آزاد کردن اونو پیدا کنه. పాకిస్తానే లేకుండా పోద్ది. اگه دنبال یه فیلم پرتنش و عاشقانه هندی میگردی که جدید و داغ هم باشه، تاندل به دردت میخوره. این فیلم تا حالا با 3000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.8 رو ثبت کرده. एक हाथी जो 10 निवालों में अपना पेट भरता है. فیلم شماره 2 لیست هم یه فیلم اکشن هندیه. تغییر دهندگان بازی، محصول سال 2025. इन्हें भी हाथी का निवाला चाहिए. बोपीली मोपी देव यानी मैं. داستان مهیج و اکشن این فیلم با یه افسر صادق و وظیفه شناس هندی شروع میشه که خدمات اداری انجام میده. اون خیلی زود وارد یه چالش خطرناک میشه که پر از درگیری‌های سیاسی و اخلاقیه. یکی از سیاستمدارهای فاسد شهر باش روبرو شده که قرار نیست از کارهای کثیفی که انجام میده دست بکشه. رام هم تصمیم گرفته هر طوری شده باهاش مبارزه کنه و جلوی فساد تو هند رو بگیره. تغییر دهندگان بازی یه فیلم هندیه که تو ژانر اکشن و مهیج با موضوعات سیاسی منتشر شد. این فیلم تا حالا با 27000 رای تو سایت IMDb امتیاز 5.5 رو ثبت کرده. شخصیت اصلی فیلم سیتارام یه مرد آروم و صلح طلبه که با جنگ و خونریزی مخالفه، ولی قراره این روحیه‌اش کاملا تغییر کنه. باند قاچاق مواد به روستای اون حمله کرده و حالا اون راهی جز مبارزه تا سرحد مرگ نداره. سیتارام کم کم خاطرات گذشته‌اش رو مرور میکنه و میخواد از این به بعد واسه اجرای عدالت هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. این فیلم 2 ساعت و 30 دقیقه‌ای هندی تا حالا تونسته با حدود 3000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6 رو ثبت کنه. اگه میخوای یه فیلم اکشن ماجراجویی هندی ببینی، داکو مهاراج مخصوص خودته. நான் பிரெக்னென்ட்டா இருக்கேன். واسه شماره 4 لیست رفتم سراغ یه فیلم درام هندی. وقتی برای عشق نیست. سال انتشار 2025. ஏய் யாரு அந்த தொடப்பூச்சி சொல்றியா? லவ்ல இருந்தா எப்படி இருப்பேன்னு எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். شریا یه زن جوونه که دوست داره عاشق بشه و بچه‌هاش رو با عشق بزرگ کنه، ولی شکست بزرگی رو تجربه میکنه و از همسرش جدا میشه. سرنوشت اونو با مردی روبرو میکنه که اونم بعد از دیدن خیانت همسرش ازش طلاق گرفته. حالا این مرد که هیچ وقت نمیخواد بچه دار بشه با شریا که عاشق بچه دار شدن روبرو میشه و مسیر زندگیشون تغییر میکنه. اگه دنبال دیدن یه فیلم درام هندی میگردی که جدید هم باشه، وقتی برای عشق نیست به دردت میخوره. این فیلم تا حالا با حدود 2000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.2 رو ثبت کرده.
உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா? آتی مولا کنده انگل هیستویلنگ فیلم شماره 5 لیست امشب، هویت، سال انتشار 2025، محصول کشور هندوستان. بول فیلم با پسری به اسم هاران شروع میشه که حافظه تصویری خیلی بالایی داره و میتونه چهره ها رو خیلی دقیق نقاشی کنه. از طرف دیگه یه مرد با فیلم برداری کردن از خانم های تو اتاق پرو ازشون اخاذی میکنه. حالا این مرد کشته شده و مامورهای پلیس دنبال حل کردن این پرونده‌اند که به هاران برمیخورن. هاران با کمک زنی که شاهد این قضیه بود چهره قاتل را نقاشی میکنه و میبینن چهره‌ای که از آب در اومده چهره خود هارانه. اگه میخوای یه فیلم رازآلود و جنایی ببینی که 2 ساعت و 37 دقیقه غافلگیرت کنه، هویت رو ببین. این فیلم تا حالا با 8000 لایک تو سایت IMDb تونسته امتیاز خوب 7.4 رو بگیره. شماره 6 نیروی هوایی، سال انتشار 2025، ژانر اکشن مهیج، امتیاز IMDb 7 از 10. पाकिस्तान के कवाम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। داستان واقعی فیلم اولین حمله هوایی هند به پایگاه پاکستان رو تو سال 1965 نشون میده. آکشای کومار تو نقش یکی از افسرهای شجاع هندی رهبری این عملیات رو به عهده گرفته و قرار شجاعت و فداکاری این خلبان‌ها رو ببینیم. کون جناب؟ تیرا باپ هندوستان. You said he behaved like a madman. اگه به جنگ‌های هوایی علاقه داری و میخوای یه فیلم هندی خفن ببینی، نیروی هوایی به دردت میخوره. این فیلم تا حالا با 10,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 7 از 10 رو گرفته. مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردی. لایک و کامنت یادت نره. از اینجا به بعد چند تا فیلم هندی دیگه بهتون معرفی میکنم که به زودی منتشر میشن.